منم که مغرور تا امروز کف خیابون موند، هیچی منو نترسون، اما جای خیلی چیزمون رو 10 سال رو رفت ازم خون، نشد تا ما یه خورده شکامون جور باز، دلم گفت دهنم خون تا زد تو رو شکانی بیاد صدامون تو. سلام منم همون که معلم ها نخواستنم، همه شب درای دنیا برام سلام، چون دلم میخوا سوالاشونو جواب ندم. بچه بودم عاشق دختره شدم، 13-14 سالم. بعد قدیر به یکی از رفیقاش اسم نمیبرم هواشو داشت، این من همه جا میبرد، سن بالا بوده، فوت کرد. بعد عاشق دختره شدم، گریه میکردم، دختر بزرگ بود 24-25 سالش، بچه دیگه هم کسخودی. برگرد گفت پسر برای چی ناراحتی؟ گفتم عاشق شدم. گفت دستشویی میدی شاش بزرگ میکنی تا حالا نگاه کردی؟ گفتم آره. گفتم همه نگاه میکنه. گفت یاد اون دختره بیفت داره همون کارو میکنه در حال ریدن. از اون روز تا حالا خواهرش گاهیدم من آنجلینا جولی رو میبینم اول یاد ریدنش میافتم. ای روحتو من گاییدم، روحت شاد، I love you، دوستت دارم. این چی بود تو کله ما کردی؟ گفتم اینم بگم به خدا. مشروب نمیخورم ولی آبو که میخورم، سلامتی جمع کس غارقم، هل هل ول وله. یادم رفت نزدم به سکانه تو زپرشکی بابا، سلامتی تو خار کسه باره بالا. الان 2000 تو دایرکت کثافت آب مقدسه، چرا جمع که کسه کیون بازی آب مقدسه، آب مقدسه، خار مادر مردم رو گاییدن چیز کار خیلی خوبیه. حرفا چی برادر جان، ولش کن برادر. اونی که میبینی تو باغه نه صاحب باغه نه دزده، اون منو دوستمی. گیر تو کس خار هر دوتون سر صبح. یه چیزی که به کار جوانها بیاد چیه؟ حفظ کردن نگو تو رو ارواح پدرت بی هوای چیزی بگو. جوانها مثل تو یا جوانها مثل جوانهایی که ما داریم. حاج گنگش بالاست، بیت ناوی گنگش بالاست. گاج منتشر کرد از مجموع کتاب‌های میکرو طبقه بندی آیسان اسلامی، شامل کتاب‌های کلاوجگیری مبتدی تا پیشرفته، شیمی فینیتو کوسیتو، آموزش جامع لیسرینگ، سیر تا پیاز حاج آرش، سیر تا پیاز قدیر ژانگولر، سیر تا پیاز ژاکلین. تلفن